عید سعید فیطر رو با تمام مردم سربلند تاجیکستان عزیز تبریک و تهنیت میگم. با مردم غریب، مسافر، مهاجر تبریک میگم و از الله پاک میخوام که با همه مسافرها و غریبا و مهاجرا تنی صحت، مغز سالم، خوشی های زندگی رو نصیب روزیشون بگردانه و باز انجام کار، باز انجام مهاجرت و مسافرت و غریبی با سری بلند و تنی صحت و مغز سالم و فیض و برکت و دستی پر دلار، یورو، یوان، سامانی، روبل بسیار با وطن جان برگشتن نصیب و روزیتون بگردانه و خاک وطن در کف دست ما و شما ضرب گرده و تاجیکستان عزیز ما همه وقت انم خیل گل گل شکفان بینم و پروردگار همه وقت در تاجیکستان عزیزم توی و تماشا و پیشروی باشه و مردم سربلند تاجیکستان بازم یک بار دیگه به این عید فیطر تبریک